شکلات خدای مهربان شکلات هزاران شکلات کجا رفتی سیدن کابلو جان الحمدلله امروز هم خیلی برادرها اومدگی بودن ما کم تر مونده شدیم مکه جان امروز میدونی نماز جمعه هر یک انسان باید روز جمعه را ایادش نبراید این روزی هر یک مسلمان یک جان میگم برام نماز جمعه را بخونم در خانه یک 3 ساعت استراحت کنم مکه جان هیچ جا نمیری برادر با چی با مکه جان آخه برادرها باز یک جا الحمدلله هر دو میریم نماز جمعه را میخونیم خب میبیایم اینجا برادرها رحیم جان گفته آمده استیان بو میگوی همه روز جمعه شنبه یک شنبه همه خیلی برادر برون میشود در اینجا الحمدلله اگر که رحیم جان و عبدالله جان که نباشه روزی جمعه شنبه یک شنبه این برادرها رحیم جان گفته میبیایم من خاکی پاشون میشم همین یه هفته 7 روز یا 8 روز بیا نکرد بله الحمدلله اینا با اکسیون دیگه تشکیل میکنیم الحمدلله در روز شنبه یک شنبه تا سیوم او اکاجان اخی تو سیما مو موشینکا داشتین گاباین خمو موشینکا و بچی دیگه چیش بیتی برای رفتی سا نکه برادرم اینا تا سیوم نه تا کیلومه برسه یک کروکه دیگه ای آورده در زبان جان میگوی پیش برادرها دا پدری نمیشه انشاءالله الحمدلله آوردیم برای برادرها را این ایشان گفتم میخوام که بس همه برادرها برسونم با یه عکس دیگه خوش میاد بله اکاجان 10 نمود چیز همش در یک نرخ در یک نه بله یک جای نمازی کاری کلام خب یا کو برادرها داشتم تیم چی خیلی جای اینم نماز معنی شده این سه نمود رنگش هست ای دل ماشاءالله. خورانش هم میتونه که چی کنه انتخاب کنه بله بله انا برادرم اینه دویمش توخسرا توخیای ترکی پختگی ای بگو مکابلو بله. ایرا شیرینی شنیگو که همین هر یه شیر بچه در همین سری بچهش بگیره بدوزه هر چی بازیر میتوان شیر بچه خودش این مهم که پختگی ای سری دام خمنده میخرده این ترکی ای الحمدلله هی در زبان جنوبی و بعد زیموش این عربستان مشکو انبار بینی ها بوشخ شو خب یا که ما بله. چی کنش ما کردیم ما باید کنیم سیموش الحمدلله صابون ای 4 ریتمین آه. سیخدونه این برای نرمی رو بینی ها خوبه ایها بله حقیقتا بله چهارمش پنجمش الحمدلله اینه یک تا دوخی ششمش یک تا سیوا هفتم و هشتمش یک تا دوخی و یک تا اپیمیدونه پاستا و نهمش یک تا اسپری برای مویهای نوروزیمه اکبر جان دهم شما گم میزنم هوش شما بالای همین زونوی پرسوی دعبانش گروزیر کرده یکی برادرای ما بگیره برای بعد ناوید کنم بگه اکه عبدالله چیزی با فلان هم دادی چیزی بزیر دادی ها نه برادرم فکرای غلط نکن این برادرم میدونی برای چی فورونه از فیرمای سیوک برای سنگ دندان و واسپالین دندان ها بنیورد خوبه اینجا هم خمیرشای هم شدکشای اکبر جان همین برای زب خیدان خویده میکنم بنیورد خوبه این فیرمای سیوک میسواق میدونی که پیغمبرمون الحمدلله استفاده میکنه از همون فیرما ای فورونه برای دندان برای زب خیدان برای سنگ های دندان برای واسپالین دندان اگر نه خیلی باشه همین 10 تراغاز برادرها دا میگن که برادر جانا این هم کسی که یکی جمعه میگیره در دوام همون پدرکه همین خیل نه برادرم او پدرکه توفه حجامه میکرده که دیگه های عدل نه های این همش 10 چیز در 2000 روبلی این بعد مسئله دستافکش چی خیلی هست؟ دستافکش به پول تمام شهرهای روسیه حتی با وطن عزیزمون تاجیکستان برده با همونجا هم به پول روی بله، میکنیم بله. در زبان جانوی انا دوستان عزیز چخیلی که اکبر جان گفت از همین روز جمعه شنبه یک شنبه ما در دکان خود همه شما را انتظاریم و این توفه را برادر جان میتونه بیا یک جمعه بگیری یک ماشین که از نام ما به هر یکی شما توفه و این هم زکاس کنی با کجایی که مسکو تاجیکستان زن مادر فرزند کسی در میخوای همین صفت چه انتخاب میکنی میگوی اکبر جان رویش که بر روا بله. ما رویش اکا میکنیم وزیرش تا خلات برو انشاءالله بریم نماز بخونیم اکبر جمعه. جان بله. ما هم که بر روا نه هیچ جواب نمیری برادرم بعد جمعه میای اینجا مهمونا میبیان میگه که صحبت مرد خدا مردت کند صحبت هر نوع صدا سردت کند اینجا مرد خدا دیگه دوستا برای مرد خدا گفته میبیان ماشاءالله هزار رحمت این یک چیز دیگه را برادرات عیاد ما برو آوردیم آخه امروز ساعت 8 بیگانی با وقت مسکو با ما پرامای ایفیل داریم چخیلی که هفته گذشته همراه برادرات صحبت کردیم کو در یوتیوب در یوتیوب کانال خودمون آخه برادر جان بهترین نشانه انا دوستان عزیز کسانی که میخواهند از دکان ما اومده از احوال ما پرسان شوند و از سخنهای شیرین ما و ما از سخنهای شیرین شما حلاوت بریم ساعت 8 بیگاه پخش مستقیم میشوه آدرس های پرام گم بزنین نبود در روی اکران نوشته میشه برادر جان همه شما را ما انتظاریم یا پیولاچوی کبوت ما به هر یک شما توفه رویش که خدا نگهبان
جزاک الله خیر. بیا که برو رفتیم چه